سلام، به ویدیو یوتیوب من خوش اومدید. میخوام بهتون ابزارهای مبتدی چرمدوزی رو توضیح بدم. این دستگاه دکمه زنه که قالب‌های متفاوتی داره. توی یک ویدیو به صورت کاملا دقیق و با جزئیات بالاتری قالب‌هاشو بهتون نشون میدم و کاربردش هم بهتون یاد میدم. این چکش، اینم مشته است. شما میتونید یک کدوم از این دوتا رو داشته باشید. بسته به راحتیتون. برای ابتدای کار مشته گزینه بهتریه. این درفش سرگرد برای سنبه نیازه، درفش اریب برای اریب زنی که تو دوره حرفه‌ای نیاز دارید. این هم تیغه که تیغ اضافه است. کاتر 3 مدل، این تیغ جراحیه. این هم 2 مدل کاتره که یک مدلش شما نیاز دارید که بهتره این کاتر رو داشته باشید. این تخته کاره که ما باهاش سنبه هامونو روش میذاریم، چرمو میذاریم و پرنده سوراخ‌داری انجام میشه. سنبه ها شماره های مختلفی دارن که شماره هاشون اینجا نوشته شده. این الان شماره 1، این شماره 2 و این هم شماره نیمه. برای سوراخ‌کاری چرم تو دوره مبتدی ازش استفاده میکنیم. این خودکار ژله‌ایه که روی چرم ما باهاش میکشیم و به راحتی با یه دستمال مرطوب پاک میشه. چسب آهن که برندهای مختلفی تو بازار ازش هست برای چسبوندن دولای چرم رو هم یا برای چسبوندن چرم و آستر. رنگ لبه KBC پلاس که برند مورد علاقه منه، یا میتونید از رنگ لبه های دیگه که تو بازار هست استفاده کنید، ولی من خودم KBC پلاس رو بهتون پیشنهاد میکنم. فندک، حالا چه اتمی چه ساده، مورد استفادهمونه. 2 تا سوزن، هم سرگرد هم نوک‌تیز. برای دوره مبتدی ما از نخ مومزده یا غیر مومزده استفاده میکنیم، ولی تو این ضخامت. تو رنگ بندی مختلف هم نخ‌ها موجودن تو بازار. و تخته‌ای که باید روش کار کنیم و فرآیند برش رو انجام بدیم همین تخته سبزی که زیر دستمه. این سایزش A1، این تخته سایزش A1. شما میتونید A3 و A4 هم داشته باشید. این بزرگتره، ما میتونیم چرم رو به راحتی روش پهن کنیم. اینا هم سنباده هستن که تو دوره رنگ لبه میتونید یاد بگیرید که تو 4 مرحله ما لبه های کار رو سنباده کشی میکنیم. یه ابزار دیگه که نیازه و من تو کار نذاشتم، حتی 2 ابزار، قیچی کاغذ، قیچی چرم. این دوتا باید کاملا متفاوت باشن، چون هر کدوم از اینا اگر توی کاربری خودشون استفاده نشه کند میشه به مرور زمان. این ابزاری که براتون توضیح دادم برای شروع کافیه. شما باید مقوم داشته باشید که اون رو کشی کنید و کارتون رو شروع کنید. هرچه که جلوتر میریم ابزارمون پیشرفته تر میشه و کارامون جذاب‌تر میشه. ویدیوهای بعدیمون رو ببینید. براتون با دقت بیشتری استفاده از این ابزار رو توضیح میدم.